طالبا که در سر قدرت بود این سینما را تخریب نکرد و این لبخند اولادای وطن ما را، تفریح جوانای ما را، ریسافیدهای ما را، خاطرات 70 سال پیش ما را از ما میگیره و این سینمای پارک یک سینمای نامدار مملکت ما بوده که حتی ظاهر خان با خانم خود در این سینما بوده، آمده تماشا کرده، داود خان، دکتر نجیب و خود آقای اشرف غنی 43 سال پیش در این سینما فیلم امریکایی میچلید، آمد فیلم دید. چرا دلتان نمیسوزه؟ اقلا یک روز همینجا آمدین یک لبخند برای شما و اولادایتان آورده، اینو چطور تخریب کنین؟ این بالکل کفر مطلق است در یک کشوری که سینما را فرهنگ از بین ببرن. جای تعصب است. بسیار یک سنه تراژدی بوده برای من. خودم شخصا سلیم شاهین اولین فیلم خود در سینمای پارک دیدم که 6 ساله بودم. این تاریخ 70 ساله داره. این سینما به هیچ عنوان باید تخریب نمیشد. به نام سینما ما اولش خود من 123 دانه فیلم دارم. در کدام سینمایی را نمایش بتم که برای شما دولت مالیان بتم؟ در کدام سینما ببرم فیلم خدا که مالیه بتم؟ خب بیاین خیمه را بکشین دیگه، حلال ما کنین. هیچ قزامت عذاب کش نکنین مردم افغانستان عذاب کش نکنین. لبخند از لبای اولاداشون نگیرین. آزادی بیان، آزادی را از ما نگیرین. مردم کابل کامل در اروپا در جهان صدای مرا میشنوه، اشکایشون از چشمایشون میره. خدا قسم که یک طفل معصوم بیگناه 6 ساله 5 ساله بوده که پدر خود آمده که فیلم سنگشکن سلیم شاهین ببینه. پیشتر ما مصاحبه شد دیدیم. این جای بدبختی است. این کلش کارجوری است. آزم آرزو میکنم به نمایندگی تمام سینماگرای افغانستان خواهشمند هستم از دولتی که صدای مردم کم میشنوه، یک ذره صدای ما بلندتر است، باید بشنوین. اگر چی میگنش پخته هم اگر موندین پخته تانه بکشین، بشنوین صدای سلیم شاهینه. حق ما را از ما نگیرین.